سلام دوباره بریم توی این جلسه خیلی سریع تک تک فایل ها رو بررسی کنیم و هر فایل جدیدی که نیازه از همین طریق بسازیم و پیچیدگی رو کمتر کنیم تا بتونیم یه تست اولیه از پروژه بگیریم. شاید تو 2-3 جلسه آینده فرانت رو جمع کنیم و بریم سراغ سرور که سرور هم تموم کنیم و به پروژه نهاییمون برسیم. خیلی خوب، من تک تک فایل ها رو باز میکنم. هر چیزی که توشون ایمپورت شده همونها رو با هم دیگه انجام میدیم. اینجا خب چیز خاصی نداریم که ایمپورت شده باشه. این فایل اوکیه. فایل فوتر بازم چیزی نداریم جز استایل. فایل هدر اینجا هم آیکون داریم، بازم ایمیج داریم. خب ایمیجز اینجا باید یک فایل، یک پوشه در واقع ایمیجز بسازیم توی assets. من برم ایمیج هم از اینجا بردارم. ایمیج، خب 2 تا ایمیج داریم. حالا اون بیجیه نمیدونم کجا استفاده شده، بهش میرسیم. خب این 2 تا فایلمون. من این پوشه ها رو ببندم، اذیتمون نکنه. کاملمون تموم شده فعلا، درسته؟ خب بریم برای بوست. توی بوست چی داریم؟ خب آیکونا رو داریم که خب آیکونا رو جلسه قبل ایمپورت کردیم. استایل رو داریم و کانتکست و این مواردی که کارشون نداریم. یه کامپوننت اینجا داریم به اسم بوست مودال. کجاه؟ تو کامن مودال. خیلی خوب، بریم فایل کامن مودال رو در واقع داخل کامن مودال رو بسازیم، پوشش رو، و یه پوش بوست مودال داریم و داخلش فایل بوست مودال .js. خیلی خوب، بریم فایل هاشو برداریم. asset رو ببندم. خب اینجا بوست مودال و این فایل کامل کپی میکنم، اینجا قرار میدم. نیازمندی های این فایل ها رو خب فعلا من چک نمی کنم، صرفا کد ها رو ببینید و بنویسیدشون. خب یه توضیح کوچیکی هم حالا میدم. اینجا پیج کانتکستمون رو داریم که قبلا ساختیم. اینجا آپشن، خب یه سری آپشن قبول میکنه در واقع این بوست مودال ما، که حالا بوست مودال ما در واقع میشه اینجا یه سری آپشن قبول میکنه که خب ما این آپشن ها رو قرار بدیم. یه لوگو داریم، لوگو، یه تایتل داریم، این تایتل، دیسکریپشن 1، دیسکریپشن 2 داریم. دیسکریپشن 1 خط بالا، خط پایین، میتونیم خط بالا پایین رو فقط یکش رو داشته باشیم. و پرایس رو داریم، قیمتی که خب یه سری فریه، یه سری قیمت داره روش. و باتن رو داریم که میگه خب باتن ما یوز باشه یا بای باشه، اینجور تایپ هاست. و اکشن رو داریم که اکشن ما در واقع یه فانکشن ارسال میشه به این کامپوننت اینجا، که اون فانکشن همون اکشن ماست. میگه که فعال هست یا نیست، که بر اساس یه سری مقادیر فعال بودنش رو تعیین میکنیم. حالا نسبت به هر کدوم از اینها جداگانه یه سری پردازش انجام میشه. و کاونت فکر میکنم که ببینم اینجا لول داریم، فکر میکنم هم لولمون باشه کاونت، یا نمیدونم، مطمئن نیستم. خب باید وارد جزئیات بیشتری بشیم تا اینا رو بتونیم توضیح بدیم. و تایم دیفرنس میره برای چی؟ برای خب یه مقداری هست در واقع ما تعیین میکنیم که کاربر الان اجازه استفاده از این رو داره یا خب نه.
زمانش نرسیده. مثلا توربو تپ اگه 3 تاش تموم بشه روزانه، اون تایم دیفرنس در واقع همین رو ما یه جورایی نشون میده. و تو ادامه میگیم تایم لفت چقدر گذشته که از همین تایم دیفرنس داریم استفاده میکنیم. فعلا این کدها پیاده سازی بشه تا پروژه رو کامل کنیم و توضیح بیشتری در مورد این موارد حین کار کرده پروژه میتونیم بدیم. خب یه یوز افکت داریم اینجا، اینا مشکلی نداره، میتونن فعلا باشن. من فکر میکنم زیاد به API کاری نداشته باشیم. اگر نیاز باشه من اینا رو میام پاک میکنم که تا API آماده بشه. و یه تایمی رو داریم فرمت میکنیم که در واقع اینجا نمایش بدیم. اینجا اگر این قابل استفاده نباشه کم رنگ میشه و یه تایمی رو نمایش میده، مثلا 20 ساعت مونده که شما بتونید استفاده کنید و این تایم هی کم میشه، در واقع کم داون میشه. خب دیگه بریم پایین تر، کدها رو داشته باشیم و توی این کدها توضیحات زیادی نمیدم. خب دقیقا طبق طراحی کدها چیز خیلی عجیب و غریبی نداریم. این استایل هایی هم که داده شده. خب بریم حالا سراغ فایل استایلش. بوست ما یک استایل داره، استایلز این بوست نداره، استایلزش و کپی پیست. خب این استایل ها هم داشته باشیم. در کل نامگذاری ها به شکلیه که خب شما فقط نامگذاری رو ببینید میتونید بفهمید جایگاه چه چیزی کجاست و چطور قراره کار بکنه. بریم ادامه کار. توی بوست دیگه چی داریم؟ یه کانتکست داریم، کوین پرووایدر ماست در واقع. بریم کانتکست رو بسازیم. برای کانتکست اینجاست. مسیر کجاست؟ کانتکست کوین پرووایدر. فقط یک فایل اینجا میسازیم. بریم فایلش رو برداریم. کوین پرووایدر. خب من کپی میکنم بعد میریم توضیح بدیم. خب کانتکست ها رو مثلا میکنم بیشتر توضیح بدم در موردشون. خب یه یوزر کانتکست هم اینجا داریم. ببینم اینجا هم یوزر کانتکست استفاده شده. خب اول بریم یوزر کانتکست رو پیاده بکنیم چون وابسته بود بهش. اسمش درست باشه. نه زرکتر پرووایدر. بریم از اینجا یوزر کانتکست رو بگیریم. خیلی خوب، بریم در مورد این یکم صحبت کنیم. اینجا یه سری اکشن ما از سمت سرور داریم برای یوزرمون. خب طبیعیه یوزرمون رو باید به شکلی دریافت کنیم، روش پردازش انجام بدیم. خب به این اکشن ها فعلا کاری ندارم. پوینتر کانتکستمون رو ساختیم، یوزر پرووایدرمونه. چیزهایی که نیاز داریم، یک یوزر داریم که یک آبجکته و خب یه سری مقادیر توش قرار میگیره، جلوتر مقادیر بررسی میشه. لیگ ها رو داریم که دوباره میره تو کانتکست یوزرمون. تاپ یوزرز رو داریم که بر اساس حالا تعداد کوین رتبه بندی میشن یوزر سمت سرور و ارسال میشن، اینجا ذخیره میشن. و یه ریفرش یوزر داریم که یه سری قسمت ها از اپلیکیشن ما نیاز داریم در لحظه یوزر ما ریفرش بشه، اطلاعات دوباره از سمت سرورمون بیاد که کاربر نتونه دستکاری انجام بده یا مثلا اطلاعات رو به سرعت بتونه به روز رسانی شده دریافت بکنه. خب یه سری فانکشن داریم میگه change refresh user، یعنی استیت، این استیت رو ما true false فقط میگیریم اگر true باشه
خب یوزر ما احتمالاً ریفرش میشه و بعد فالس قرار میگیره. حالا اینا جاهای دیگه ما استفاده میشه و این کانتکست ما در واقع اینجا یوزر استیت ما تغییر میکنه. پایینتر آن چنج یوزر رو داریم، یک سری اطلاعات یوزر رو ما اینجا تغییر میدیم و در واقع اینجا ما یه آبجکت خالی داشتیم. وقتی از سمت سرور اکشن رو میگیریم و اطلاعات یوزر رو میخوایم ثبت کنیم، میایم اینجا تو ست یوزر ذخیره‌اش میکنیم توسط این فانکشن. بعد میگه آن چنج لیکس، دوباره همون اتفاق میفته، سمت سرور اطلاعات گرفته میشه و تو لیک ذخیره میشه و تاپ یوزرز هم دقیقاً همین کارو میکنه. accept coin request، ما یه بخش ریکوست داشتیم توی پروژمون کلا. اینجا ببینید یه کوین ریکوستی دریافت شده، اگر یوزر اکسپتش بکنه از اینجا، خب اون فانکشن فراخوانی میشه و چیکار میکنه؟ یک درخواست ارسال میکنه به سرور که تو سرور اکسپت بشه این در واقع درخواستی که برای این یوزر ارسال شده و در همون لحظه اطلاعات یوزر ریفرش میشه، این فانکشن فراخوانی میشه. و چون خب ما یه جای دیگه از این یوزر استیت استفاده کردیم، میفهمیم که الان نیازه، چون ترو شده مثلا، الان نیازه که چی بشه؟ اطلاعات یوزر بازیابی بشه از سمت سرور و اینجا دوباره کنسل میشه، یه ریکوست ارسال میشه به سمت سرور. اگر موفقیت آمیز باشه اینجا ما دوباره اطلاعات یوزر رو ریفرش میکنیم که اطلاعات واقعی از سمت سرور بیاد. اطلاعات رو هیچ وقت داخل فرانتمون مستقیم تغییر نمیدیم و به کاربر بگیم این اطلاعات دقیق تو. خب اطلاعات دقیق همیشه توی سمت سرور هست که قابل دسترسی هم نیست و در واقع نمیشه تغییرشون بده کاربر به این راحتی. البته خب اینجا دوباره طبق روال کانتکست یه پرووایدری ریترن میشه و مقادیر درونش قرار میگیره. تمام مقادیری که ما بالاتر با هم یوز استیت و فانکشن ها رو اینا رو ساخته بودیم و باز هم چیلدرن رو داریم که خب در موردش صحبت کردیم تو جلسات گذشته و این اکسپورت که باز صحبت شده در موردش. پس بریم برای ادامه کار. من این دوتا کانتکستی که ساختم رو باید توی در واقع ایندکسم، یعنی main.jsx قرار بدم، اپمو در واقع بذارم تو اینا و اولویت بندیشون خیلی مهمه. الان میگم بر چه اساس اولویت بندی بذاریدش. خب بیایم اینجا یه یوزر کانتکست گرفتیم که خب الان ساختیمش، کوین پرووایدر. آره این کانتکست بعدیمون بود. خب میگیم که increase energy limit و اینا از یوزر اکشن دوباره گرفته شده، سرویس های ماست، یعنی مربوط به موارد API ماست که خب فعلا ما API نداریم، پس در مورد این صحبتی نمی کنیم. جلوتر من که توضیح میدم شما فرصت خب نوشتن داریم، میتونید همزمان بنویسیم این کد ها رو. خب تعداد کوین ها رو داریم توی کوین پرووایدر، طبیعتاً این مقادیر ذخیره میشه. مقدار اولیه ما 0 و یوزر رو داریم و چنج ریفرش یوزر که دقیقاً از یوزر کانتکست داره میاد برای ما و مقادیر آیدی، ریچارجینگ اسپید، مولتی تب، انرژی لیمیت از داخل یوزر گرفته میشه، همون اطلاعاتی که هم سمت سرور اومده و تو یوزر کانتکست ذخیره شده. خب ریمینینگ کوینز، ست ریمینینگ کوینز. خب سه تا در واقع ریمینینگ کوینز، چند لحظه اجازه بدید ببینیم این بخش بود، اینجا انتخابش کنیم. خب اینتروال انرژی داد. آها متوجه شدم. کوین هایی که برای یوزر در اون لحظه قابل تپ هست، ما اینجا تو طراحیمون هم داشتیم که مثلا 3000 تا قابل تپه، یوزر چند تا تپ کرده، این ریمینینگ کوینز در واقع همونه، تعداد تپ ها رو کم میکنه از کل تپ های قابل انجام و ریمینینگ کوینز رو به ما میده که خب حالا اینجا عدد 3 گذاشته شده، اهمیت زیادی نداره. پایین تر انرژی رو داریم
که خب یه منطقی براش سمت سرور در نظر گرفته شده. طبق همون منطق قیمت گذاری و لول ها ما پایه‌ای ترین حالت رو اینجا به کاربر میدیم و لحظه‌ای که کاربر وارد اپمون میشه، قبل از اینکه این موارد ست بشه، ما در واقع اینو ست میشن، بعد سرور میاد درخواست پاسخ میده. اگر تفاوتی با اینو داشته باشه میاد اون مقادیر جدید رو ست میکنه برامون. اماونت پر تپ یعنی هر دفعه که کلیک میکنه چقدر بهش کوین بده. خب اینا مقادیر پایه‌ای ماست. ریلود پر سکند، هر ثانیه چند تا به این فورس در واقع حجم کوین ها اضافه بشه هر ثانیه. مثلا 2000 تا مونده، هر ثانیه بشه مثلا 2 تا اضافه بشه 2002 2004 2006 اینجوری. و توربو تپ رو داریم که اگر اینیبل بشه کاونت 3 گذاشته. در واقع این کاونت هم سمت سرور یه منطقی داره که مدیریت میشه، یعنی تعدادش وقتی که میگه 3 کاونت، منظورش اینه که ما 3 تا الان داریم در حال حاضر، یعنی حالت پایه‌ای ما 3 تاست، ولی سمت سرور که کاربر احراز میشه همون لحظه ورود تعیین میشه که آیا واقعا 3 تا داره یا مثلا همش رو امروز استفاده کرده تو این 24 ساعت، باید 24 ساعت دیگه صبر کنه، یا مثلا 5 ساعت 4 ساعت هر چقدر باید صبر کنه که این 3 تا براش شارژ بشه. در حالت عادی ما 3 تا توربو تپ داریم. فول انرژی هم دقیقا مثل توربو تپه که خب ما حالت عادی 3 تا داریم، کاربر میتونه انرژیشو فول کنه. خب یه یوز افکت اینجا داریم که یوز افکت چی کار میکنه؟ داره از یوزر تبعیت میکنه، میگه که یوزر من تغییر کرد، یوز افکت من دوباره اجرا بشه. و اینجا داخلش میگه اگر یوزر بود، یعنی خالی نبود، موجود بود، آندیفاین نبود و یوزر پر بود، لنگسش بیشتر از 0 بود، یوزر ما چی بود؟ یه آبجکت بود اینجا، درسته؟ میگه اگر خالی نبود، آندیفایند هم انرژی رو قرار بده این انرژی لیمیت دات لول. انرژی لیمیت داره کجا میاد؟ از سمت یوزر داره میاد. این اطلاعات از کجا میاد؟ از سمت سرور داره میاد. اوکی. خب اینا همینطوری با هم اجرا میشن و ست میشن، همش اطلاعات از سمت سرور اومده و خب اینجا بارگذاری شده. و خب اینجا یه ریفرنس قرار دادیم برای اینکه بهش دسترسی مستقیم داشته باشیم و یه سری مقادیرش رو تغییر بدیم توی این یوز افکت ها. و یوز افکت ها هر کدومشون یک سری وابستگی دارن که خب وابستگی ها همه نامگذاری شدن و نامگذاریشون به شکلی که خیلی راحت قابل فهمه. و پایینتر یه یوز افکت دیگه داریم برای چه چیزی؟ برای چند لحظه ببینم، یه اینتروال داریم که قرار هر 1 ثانیه اجرا بشه و توی این اینتروال ریمینینگ کوین رو داره محاسبه میکنه اگر اشتباه نکنم. آره، داره ریمینینگ کوین رو محاسبه میکنه و خب کم و زیادش میکنه. اون ریلود رو داره اضافه میکنه، یعنی مثلا هر 1 ثانیه 3 تا ریلود میشه، 3 تا اضافه میکنه. همون صحبتی که ما یکم پیش کردیم طبق عکس هم نشون دادم. آن تپ خب وقتی یوزر تپ میکنه باید یه اتفاق بیفته دیگه. اینجا میگه اگر توربو تپش فعال بود، هر تپش ضرب داره 12 بشه، 12 برابر، طبق همون توضیحی که ما تو اپلیکیشنمون اینجا دادیم، گفتیم به طور 10 ثانیه 12 برابر میشه هر تپش. و خب اینم همین کارو میکنه. و دیگه اگر توربو تپ فعال باشه از کوینای ما کم نمیکنه، ولی اگر فعال نباشه میاد ریمینینگ کوین رو بررسی میکنه. یعنی ریمینینگ کوین 0 باشه، 10 باشه، 20 باشه، اینجا برای ما مهم نیست، ولی اینجا برای ما مهمه که ریمینینگ کوین بیشتر از اماونت پر تپ باشه. مثلا هر تپی که کاربر میکنه 8 تا میگیره، ریمینینگ کوین ما 4 تاست، کاربر نمیتونه تپ بکنه، باید صبر کنه 8 تا بشه یا 8 تا رو رد کنه بعد تپ کنه. و این خب یه منطق ساده‌ای که اینجا پیاده سازی شده. آنست کوینز خب ساده است، کوین ها رو میخواد ست کنه، تعدادشو، تعداد جدید رو قرار بده. و آن increase amount per tap، خب میگه هر دفعه که
میخواد این چیزو لولش رو ببره بالا. کدوم بخش رو؟ در واقع مولتی تپ رو میخواد ببره قدرتش رو بالا. و خب اینجا ما طبیعتا یه ارتباط با سرور باید بگیریم که تو سرور پردازش بشه این اطلاعات. اگر کاربر میتونست ارتقا بده، حالا ممکنه اینجا کاربر یه کاری بکنه تعداد کویناش زیاد نمایش داده بشه و خب اینجا بتونه زیادش کنه سمت فرانت، خب متوجه این قضیه نشه، ولی خب سمت سرور که ارسال میشه سرور میفهمه آقا کاربر مثلا تقلب کرده، بعد اینجا ارور رو برمیگردونه و تو ارور رو نمایش میده. خب اینجا اکشن کلوز ترو گذاشته، در واقع مربوط به این بخش میشه. اگر این کلیک میشه اکشن بعد اینکه در واقع اون چیز انجام شد، درخواست انجام شد و موفقیت آمیز بود و مقادیر ست شدن، لول ها رفت بالا، این اکشن میگه که بیا این تب رو ببند. این تب رو میبنده، چنج رفرش رو دوباره ما اطلاعات رو از سمت سرور، اطلاعات بروز رسانی شده رو میگیریم و یه توستی هم دوباره نمایش میدیم، در واقع یه پیغام کوچیکی که این بالا میاد، حالا جلوتر میبینیم. بعد میگه آن increase energy limit، دوباره بحث همین موارد انرژی لیمیت رو داره ارتقا میده. ریچارجینگ اسپید رو داریم و خب این آتو کلیکر رو صرفا اینجا طراحیش قرار گرفته، پیاده سازی نشده و شاید پیاده سازی نکنمش. این هم فانکشن مربوط به اون قضیه است. همه فانکشن ها مثل هم کار میکنه، یعنی شما یه دونه از فانکشن ها رو بدونید که قضیهش چجوریه، بقیه میتونید به راحتی پیاده سازی بکنید. فقط من نشون میدم که شما یه پازی میزنید این وسط کدا رو بتونید بنویسین. و این آن فول انرژیه که خب دوباره کار کرد به همون شکل، یه درخواست به سرور، دریافت اطلاعات و نمایش نتیجه. onset all details. خیلی خوب، اینجا یه فانکشن دیگه داریم، یک سری مقادیر دریافت میکنه. انرژی لیمیت، مولتی تب، ریچارجینگ اسپید، توربو تپ در واقع و فول انرژی. اینجا میاد انرژی رو ست کنه و غیره و غیره. این چیزیه که وقتی اطلاعات یوزر دریافت میشه میاد اینا رو ست میکنه حین دریافت از سمت سرور و اینا یه جای دیگه استفاده میشه. خب دوباره همه اون فانکشن ها و یوز استیت ها رو نگهدارن فراخوانی کردیم اینجا و اکسپورت گرفتیم. خب اینم از این. بریم سراغ این که توی main.jsx همون بر اساس حالا اولویت هاشون این پرووایدر ها رو قرار بدیم، وارد فایل مین بشیم اینجا. خب ببینید پیج پرووایدر پایین تره، یعنی داخل یوزر پرووایدره و کوین پرووایدر بالاتر از پیج پرووایدره، یعنی مادر اصلی، مادر پیج پرووایدر و اپ هم داخل تمام این هاست. این اولویت بندی باعث میشه که ما به اطلاعات یوزر تمام جاها دسترسی داشته باشیم و خب ما درون خود یوزر نیازی به اطلاعات کوین پرووایدر مثلا نداریم یا پیج پرووایدر تو یوزر نیاز نداریم. پس این اولویت بندی اینجوری برای ما درست در میاد. خب من ازش کپی میکنم که سرعتمون بره بالا. پوینتر پیج پرووایدر پیج پرووایدر رو اینجا داریم. خب پیج پرووایدر اشتباه کردم اینجا. یوزر دیتیلز پرووایدر چی بود؟ یوزر پرووایدر خیلی خوب. یوزر پرووایدر، کوین پرووایدر، پیج پرووایدر و براوزر روتر و اپ. بسیار خوب، اینم از این بخش.